عرض شود که من کیم؟ میخواستیم کی باشیم؟ من همیشه دوست دارم یه مقداری علیه بدآموزی های رایج تو مملکتمون اول صحبت کنم. یه ضرب المثل فارسی هست، حالا یه شاید از انگلیسی ترجمه شده نمیدونم، میگن اونی که خوابیده میشه بیدارش کرد، ولی اون کسی که خودشو به خواب زده هیچ کارش نمیشه کرد. در مورد آموزش هم همینه، کسی که چیزی نمیدونه میشه بهش آموخت، ولی اون بدبختی که بد آموخته یا مصیبتی داره. مثلا در مورد همین شخصیت ما تصوراتی برای خودمون داریم و اون تصورات معمولا غلط هستن و متاسفانه بیشتر مجلات و روزنامه‌ها و مثل مجله جدول اینایی که تستای شخصیت دارن، خود را بشناسید، و از همه بدتر اینترنت تازگی ها به داد مردم رسیده، خود را بشناسید، شخصیت خود را معلوم کنید. بعد اون وقت من به عنوان یک کسی که اینجا در خدمت مردم هستم، وقتی که صحبت میکنم ببینم خانم میاد دفتر من و به جای اینکه کمک بخواد و بخواد با من خودش رو بشناسه، شروع میکنه اصلا خودش رو چیز کردن. من یه خورده نارسیسیستم، من درونگرام، اما شوهرم برونگراست. من دقت میکنم میبینم هیچ کدوم از این واژه‌ها درست نیست، هیچ کدوم سر جاش نیست و متاسفانه اینا همون آموزه‌های غلطه. من باید کل زحمت بکشم تا این درونگرا، برونگرا، نمیدونم جمعگرا، فردگرا، مهرطلب، مهرورز، نمیدونم اینا رو از ذهنشون در بیارم و بعد صورت‌های درست و جدید اینا رو باهاشون در میون بذارم. به این دلیل اینجا هم سعی میکنم اول همین کارو کنم. اولین باری که شروع کردن راجع به شخصیت مطالعه کردن خیلی کار سختی بود. اول ببینیم شخصیت یعنی چی؟ شخصیت یا فردیت که دنبالش هستیم اینه که اگر بخوام یه خورده شماتیک نشون بدم، در واقع یه عینک ویژه‌ای آدم صاحب میشه. این عینک رنگ و بعد و درجه خاصی داره که ما از طریق اون دنیا رو میبینیم. در واقع شخصیت نحوه برخورد ما رو با کل زندگی مشخص میکنه، با حوادث درون اون، با وقایع و مردم اطراف. بنابراین یه عینکه. این عینک وقتی داده شد به ما یا وقتی ما اون رو زدیم روی صورتمون، دیگه به سختی میشه عوضش کرد، دیگه خیلی کم عوض میشه. امروز میخوایم ببینیم چطور میشه، اما هیچ دو نفری نیستن تو دنیا که عینکاشون شبیه هم باشه. مال یکی رنگش قرمزه، مال یکی فوکاله، دو فوکاله، دو قانونیه، مال یکی درشت. عینک یک کسی کمک میکنه که اون آدم همه دنیا رو دشمن خودش ببینه. عینک یکی دیگه همه رو آدمای خوب ببینه. عینک یک کسی آدما رو همه رو حقیر نشون میده. عینک یک کسی دیگه نه، همه رو آدمای هم قد خودش نشون میده. ببینید بنابراین عینک خاصیه که ما بهش میگیم شخصیت. اما دشواری شناختن شخصیت اولین بار این بود که نمیدونستن دانشمندان روانشناس که چجوری میشه یک کودک از بچگی وقتی که به دنیا میاد و ما میگیم هیچی نداره و هیچ داده‌ای نداره، یک کودکی که توی خانواده معمولی به دنیا میاد، این چجوری میشه که تبدیل میشه به این همه انواع مختلف شخصیتی. توی این کارگاه امروز میخوایم اون رو ببینیم و بعد در انتهای کارگاه توی یه جلسه راحت و دوستانه هر کسی حالا خودش رو محک بزنه ببینه چه ویژگی‌هایی داره. حقیقتش اینه که یه ایراد بزرگ دیگری که من توی کشور خودمون میبینم، تو دانشگاه هم هست، اگر اشتباه میگم آقای دکتر اصلاح کنید، اینه که مکاتب روانشناسی جدید معتقد به دینامیزم هستن. یعنی معتقدن که آدم‌ها با ذهن خالی و کاملا بلنک، یعنی یه صفحه نانوشته، یا میگن لوح نانوشته، هیچی تو ذهن نیست به دنیا میاد. بنابراین ماها همه با دیویدی روش هیچی ننوشته به دنیا میایم.
این نظر جدیده که بهش میگن سایکودینامیسم. یعنی روح ما با یه دینامیسمی، با یه فعل و انفعالی ذره ذره تبدیل میشه به این جایی که حالا یا این صورت یا این صورت یا صورتهای دیگه. ما ایرونیا به تبع از فرهنگ گذشتمون معتقدیم نه بچه‌ای که به دنیا میاد از همون ابتدا یه ویژگی هایی رو با خودش میاره. این خیلی فرق میکنه. اینو من اسمشو گذاشتم سایکو استاتیزم، یعنی روح از اول ثابته. یعنی انگار یه دیویدی توی ذهن این از قبل فرمت شده، پر شده، نوشته شده. حتی سرنوشت مکتوم ما بعضی وقتا صحبت میکنیم. ما بعضی وقتا میگیم رو پیشونیش نوشته که این آدم این میشه. ما بچه تر بودیم، بچه‌های تو فامیل رو نگاه میکردن به پس سرشون، اونایی که دوتا فرد داشتن بودن این دوتا زن میگیره. ببینید چقدر راحت. یعنی فکر میکردیم که چیزای محتومی تو زندگی این از قبل. بنابراین از قبل ببینید من شما رو میخوام از اینجا بیارم امروز به اینجا. اگر همچنان تو این اعتقاد باشین که من با یه سری ویژگی‌های خاص از قبل تعیین شده تو این دنیا میام و وظیفه‌م اینه که فقط شاهد و ناظر این باشم که کجا میرم، خب دیگه بحثی نداریم، کار خیلی ساده است. اما متاسفانه روانشناسی جدید خلاف این رو میگه. ثابت شده از زمان فیلسوفان تجربه گرای انگلیس به بعد که ذهن چیزی توش نیست. آزمایش‌های عملی هم انجام دادن و متوجه شدن که ما با ذهن نانوشته و با یه لوح سفید یا یه دیویدی که روش هیچی نیست به دنیا میاد، بعد ذره ذره، کلمه به کلمه، رفتار به رفتار، عقیده به عقیده، نظر به نظر توش نوشته میشه و ما در بزرگی میشیم اون آدمی که هستیم. حالا ببینیم چطور چنین چیزی امکان داره. بنابراین اینا رو دارم میگم برای اینکه وسطای کار یه وقت خدایی نکرده تضادی تو ذهنتون به وجود نیاد. باورها رو باید یه دست کنیم تا بتونیم استفاده بکنیم. من از میون نظریه‌های مختلفی که برای شناخت شخصیت وجود داره دیشب داشتم نگاه میکردم 2 مرتبه. اولین کوشش مال 60 سال 70 ساله میشه. خیلی جدیده این رشته که شخصیت چجوری در ما شکل میگیره. اول خدمتتون عرض بکنم که اگر 6 میلیارد آدم روی کره زمین باشن، این 6 میلیارد آدم هیچ دوتاشون شبیه هم نیستن. حتی در مورد دو قلوهای یکسان، یعنی اونایی که هم شکمن و هوموزایگوت هم هستن، یعنی نطفه اولیه‌شون یکی بود، همه چیزشون از نظر ساختار ژنتیک همه چیزشون یکیه. اینا رو یکیشون رو برداشتن دادن به یه خانواده، یکیشون هم بردن اون برای مملکت تو امریکا به یه خانواده دیگه دادن. بعد 14-15 سال اینا رو آمدن با هم مقایسه کردن. یه دکتری کارش این بوده اصلا و می‌خواست تأثیر ژن و ژن پدر و مادر رو ببینیم و تأثیر محیط رو. بنابراین این کارا رو به صورت عملی انجام دادن و متوجه شدن که اصلا هیچ دوتا شخصیتی شبیه هم نیست. پس این نظریه‌های شخصیتی که ما توی مجله موفقیت و خودشناسی و اینا می‌بینیم چیه؟ که به ما میگن تو درونگرایی. خب این درونگرایی یه برچسب خیلی عجیب غریبیه. یعنی نشون میده که تو این کلاس نصف ماها میتونیم درونگرا باشیم، نصفی برونگرا باشیم. این از کجا پیدا شده؟ رازش اینه که اولین باری که کسی اومد شخصیت رو مطالعه کنه، بعد از اینکه متوجه شد 22 نفری شبیه هم نیستن، آمد گشت بالاخره میخواست ببینه نه اینکه تیپ شخصیتی من چیه نسبت به ایشون، بلکه میخواست ببینه در درون من چه صفت‌هایی هست که معمولاً این صفت‌ها با هم میان. مثلا حقارت همواره با ترس میاد، حقارت یا خودکمبینی همواره با یه عقده‌ای در دوران کودکی میاد، همواره با نفرت میاد، خودکمبینی همواره با بی‌جرأتی و ترس. میخواستن ببینن که توی آدم‌ها چه چیزهایی به صورت حلقه پشت سر هم دیگه قرار میگیرن. بیشتر کار شخصیت شناسان یا روانشناسان شخصیت شناس همین بوده که میخواستن ببینن اینا با هم چه ربطی دارن. نمیخواستن آدم‌ها رو جدا کنن بهشون برچسب بزنن. ما متاسفانه تو کشورمون دنبال این هستیم، زود میخوایم خودمون از این طریق بشناسیم که من درونگرا هستم یا برونگرا، به جوشم یا نه، نارسیسیستم، خودمحورم یا اجتماعی هستم یا عزلت‌گزین، آدم موفقی هستم یا نه، کوتاه‌بینم یا مثلا
جاه طلب هستم یا نه راضیم. اصلا هدف این نیست که ما بگردیم برچسب پیدا کنیم. بنابراین این کارگاه شاید اولین کارگاهی باشه که شما توش شرکت کردین. اینو با چیز میگم، با اقتدار میگم که بدونید برچسب زدن به خودمون هیچ هنر نیست، هیچ دوا نیست، هیچ فایده‌ای برامون نده. اما اگر اینا رو بگردیم پیدا بکنیم که چه چیزهایی توی وجود ما پشت سر هم به هم ربط داریم، این بیشتر کمک میکنه. از نظر یکی از روانشناسان بزرگ به نام خانم دکتر هورنار میگه کودک که به دنیا میاد تو وجود این به طور طبیعی یه مکانیزم های کار کنه، یه نیروهایی کار گذاشته شده که اون رو به سمت رشد و تعالی خودش سوق میده. اما این نیروها و این استعدادها متاسفانه در 99% موارد همون اول کار جلوش سد میشه. چرا؟ برای اینکه این نیروها یا استعدادها که اینجا نشون میدن به صورت چیزهای مثبت، این نیروها و استعدادها برای شدن احتیاج به چند لازمه داره. یکی محبت کردن، مراقبت کردن، تایید کردن و عشق بدون قید و شرط دادن و حمایت دادن. اگر به کودک اینا داده بشه، یعنی امنیت داده بشه، عشق بدون قید و شرط داده بشه، دلگرمی داده بشه، ساپورت و حمایت داده بشه، قطعاً خود به خود نه کلاس میخواد، نه آموزشگاه میخواد، نه دانشگاه آزاد رودهن شمالی و جنوبی میخواد، هیچ کدوم این آدم به سوی تعالی که ویژه اونه حرکت میکنه. اما در 99% موارد جلوی این نیروهای مثبت گرفته میشه. چجوری گرفته میشه؟ کودکی که به دنیا میاد بسته به این که مادرش او رو چگونه در آغوش میکنه. به عبارت دیگه تمام شدن این کودک که چی میخواد بشه بستگی داره به نیروهای بیرون از اون. رفتار پدرش، رفتار مادرش، نگاه پدر و مادرش، این که گفتم همون عشق رو میده یا نمیده، اون امنیت رو میدن یا نه، اون مواظبت ها رو میکنن، اون تقویت ها رو میکنن یا نمیکنن، تاثیر. در همون ابتدای امر کودک دچار یک اضطراب اساسی میشه. به عبارت دیگه این اضطراب اساسی که بیشتر روانشناسا امروز اون قبول دارن، در همون ابتدای امر بچه دچار اضطراب میشه. بچه 1 ماهه 2 ماهه. چرا؟ برای اینکه تمام اون چیزهایی که لازمه کودک انسانی هست، یعنی حمایت کردن، یعنی بغل کردن. چرا بچه انسان احتیاج به بغل کردن داره؟ در حالی که زرافه که به دنیا میاد ما تو فیلم ها دیدیم مامانش اصلا نگاش هم نمیکنه، 2 تا لیست میزنه یا بند نافش رو فقط میجوه میبره، بعدم یه تیپا بهش میزنه، بچه راه میفته میره توی دشت دنبال غذا. چرا بچه شیر، چرا بچه نمیدونم نهنگ تو دریا، چرا ماهی وقتی از تخم بیرون میاد احتیاج به هیچ چیز پدر و مادر نداره؟ برای اینکه میگن و ثابت کردن زیست شناسان و انسان شناسان که کودک انسان عاجزترین کودک در میان حیوانات. 1 زود به دنیا هنوز کامل نشد، مثل کانگورو که به دنیا میاد مادر میبره توی کیسه مدتی نگه میده. بچه انسان هم نصف کاره به دنیا میاد، به همین دلیل احتیاج به مراقبت داره. بنابراین باید بهش غذا داده بشه و غذا رو هم خلقت توی سینه مادر کار گذاشته. اما زرافه که به دنیا میاد 2 تا پرش میکنه و خودش شروع میکنه به چرا کردن. از همون روز اول خودش دنبال غذای خودش میکنه، کسی مراقبتش هم نمیکنه، احتیاجی هم به نوازش نداره، مهر و محبت هم از کسی نمیخواد، تأیید هم از کسی نمیخواد. ولی بچه انسان همه اینا رو میخواد. 1 احساس گرمی باید بهش داده بشه. بنابراین چون هنوز این بچه باید تو شکم مادر 1 سال 2 سال دیگه میمونه. بچه انسان عاجزترین نوزاد در میان جانوران، زود به دنیا آمده، بنابراین حالا باید مواظبت بشه و بچه اینا رو نمیدونه اما حس میتونه بکنه. بنابراین آغوش گرم مادر رو میخواد،
تایید میخواد، خودشو خیس میکنه. تنها حیوانی که باید بچه‌شو مرتب تمیز بکنه انسانه. غذاش باید سر 4 ساعت به 4 ساعت یا 3 ساعت به 3 ساعت مرتب بهش برسه. اگه یه جلسه بهش نرسه بچه احساس میکنه چیزی ازش گرفته شده. تو خدا نگاه کنین از کجا شروع میکنه بچه احساس کردن که در حقش دارن کم میذارن. شیر نمیدن. تازه شیرم بدن. تازه شیرم بدن. نحوه شیر دادن خودش خیلی مهمه که چجوری شیر. آیا مادر با عشق داره شیر میده؟ با عشق بچه رو زیر سینه گرفته؟ آیا میذاره بچه خودش با زبون پس بزنه، یعنی اعلام کنه تمومه یا بسته؟ یا مادر کار داره با مادر شوهرش که طبقه بالاست دعوا داره، بنابراین میگه کوف کن میخوام برم سراغ اون ما، و بچه رو نصف کاره بلند میکنه، بچه همجور حیرون میمونه و بعد بلندش که میکنه وقت نداره که آروم بذاره زمین، همجوری نصف کاره ولش میکنه، 2 تا فوشم میده و بعد مادر را میفته. بچه احساس میکنه که نه مراقبت، نه گرمی، نه تایید، همه اون حرفایی که گفتم، همه اون چیزایی که لازمه کودک انسانه حس میکنه ازش دریغ شده. حالا این کار ادامه پیدا کنه 2 سال، ببینید که بچه چی میشه. اون اضطراب اساسی که گفتم در وجود بچه شکل میگیره از همینه. اضطراب خانم ها آقایون، اونایی که با من تشریف آوردن کار کردن به طور خصوصی میدونن که اضطراب چیز وحشتناکیه. یه چیزی که باید در مورد اینجا یه پانویس باز کنم، ما یه چیزی داریم به نام ترس. ترس یک احساسه که همراه ما به دنیا میاد اتفاقا، یعنی یه سیمکشی است که در درون ذهن ما کار گذاشته شده که ما بترسیم. انسان از تاریکی میترسه، بچه انسان از تنهایی میترسه، از ارتفاع میترسه، بنابراین ترس ذاتاً چیز خوبیه. از خشخش مار میترسه، برای اینکه نوع انسان با مار و خیلی از خزنده ها همخونه بوده، یا ته غارها یا نوک درختها، بنابراین به طور طبیعی از این چیزهای ناشناخته میترسه. ترس چیز خوبیه زیرا باعث طولانی شدن عمر انسان میشه. اگر نترسه از بلندی میفته، اگر نترسه از تاریکی میره و سید میشه، میخورنش تو جنگل. بنابراین ترس چیز خوبیه، اما این ترس همواره یک شیء مشخص داره، مثلا مار. بنابراین ترس چیز بدی نیست، علامت تیک میزنیم یعنی چیز خوبیه، اما یادمون باشه که ترس همواره از یک چیز بخصوصه، یا ماره، یا تنهاییه، یا سیاهی شبه. اما اگر ترس تعمیم پیدا بکنه، یعنی من که از مار میترسم، حالا انقدر در من این تعمیم پیدا بکنه که از بند رختم بترسم، از تکون خوردن این تناب مثلا پرده هم یاد مار بیفتم، به این میگن ترس تعمیم یافته. اون وقت توی حیاتم که دارم میرم، شیلنگی که دم حوض هستم منو به یاد مار میندازه، میترسم. اون دیگه بهش نمیگن ترس، به اون میگن فوبیا. بنابراین فوبیا یه ترسیه که شیءش مشخص نیست، تعداد زیادی، این دیگه بیماریه، بنابراین یه علامت ضرب در میزنیم، یعنی چیز بدیه. اما اگر همینجوری بریم جلو، نوع دیگری ترس داریم که اون ترس ساعت مشخصی نداره، مثل این جای مشخصی نداره، عامل مشخصی هم نداره. یعنی چی؟ یعنی اینکه تعداد ترس‌های من انقدر زیاده، از مادرم میترسم، از دعوای پدر و مادرم میترسم، از آدم بزرگان میترسم. یه بچه 3 ساله رو داریم فرض میکنین، از برادر بزرگه هم احساس ناامنی میکنم، میترسم، از گشنه موندنم میترسم. بنابراین تعداد ترسای من اونقدر زیاد میشه که من اولا دائم دارم میترسم، ثانیا این ترس از شوهر، از بچه، از مادر شوهر، تمام ساعات عمر من دارم میترسم. اما اگر کسی از من بپرسه علتش چیه، نمیتونم. اینو بهش میگیم دیگه حالا اضطراب. اضطراب مجموعه ای از ترس ها هست که در وجود ما همه ساعت دارن کار میکنن، تخفیف هم نداره. ولی این ترس معمولی تخفیف داره، هر وقت مار نباشه شما نمیترسید، اما این تخفیف نداره، زنگ تفریح نداره، تمام ساعت شب فنی ما هست. بنابراین کودک دچار اضطراب میشه.
حالا فهمیدین فرق اضطراب با ترس چیه؟ بچه 2 ماهه، 3 ماهه، 6 ماهه دچار اضطراب میشه. سایکودینامیسم از اینجا شروع میشه. وقتی که اضطراب بچه رو گرفت، از چی؟ از گشنگی، از رها شدن مادر، از اینکه مادر سر بابا داد میزنه، از اینکه عشق بهش داده نمیشه، امنیت بهش داده نمیشه، هر کاری که میکنن براش زورکیه، دچار یه اضطراب میشه و این اضطراب رو باید فرو بنشونه. برای فرو نشوندن این اضطراب دینامیسم از اینجا شروع میشه. دست به چند تا کار میزنه. یکی این که احتمال داره چون اضطراب وجودشو گرفته باید با امنیت این اضطراب رو از بین ببره. بنابراین یه راهی که بچه نادانسته انتخاب میکنه اینه که شروع میکنه لبخند بیخودی زدن به مادر یا پدر یا هر کسی رد میشه. به این بهانه توجه اونا رو به خودش جلب میکنه و از اونا امنیت رو گدایی میکنه. به این عمل که بچه چنین ماسکی به خودش میزنه نادانسته و شروع میکنه برای اینکه خودش رو از خطر دیگران، داداش بزرگتر، مادر، پدر، مادر شوهر مادرش و غیره و غیره در امان نگه داره، مهر طلبی میکنه یا مهر ورزی میکنه، خودش پاچه خاری میکنه. خلاصه این کارو میکنه، دست به این کار میکنه. هر وقت مادرش میاد برای اینکه شیر رو از اون گدایی کنه، امنیت رو از بابا گدایی کنه، صلح رو از برادر بزرگتر گدایی کنه، شروع میکنه یا لبخند میکنه یا به نوعی خودش رو خار و خفیف میکنه که از اونها محبت و توجه رو گدایی کنه. اما یه بچه دیگه به طور اتفاقی ممکنه این کارو نکنه. ممکنه که در قبال اینکه بهش شیر نمیدن، این دفعه که مادرش نزدیکش میشه با عصبانیت بخواد شیر از اون، با عصبانیت و با خشم از مادر میخواد توجه رو بگیره، گریه میکنه، چنگ میزنه. این مکانیزم هم تو بعضی از بچه‌ها راه میفته. حتی تو همون بچه ممکنه راه بیفته. ممکنه 2 ماه اول زندگیش اینجوری باشه، 2 ماه دوم اینطوری باشه. به این ویژگی چی میگن؟ بچه برتری طلب. باریکلا. برتری طلب. خشونت اعمال میکنه. با خشونت میخواد امنیت رو بگیره. با خشونت میخواد قضاشو، با خشونت میخواد عشق رو از مادر بگیره. اما ممکنه یه اتفاق دیگه هم بیفته. ممکنه که بچه از همون اول مبتلا به نوع دیگری ماسک بشه، جور دیگری ماسک به صورتش بزنه و اونم عزلت طلبه. یعنی اصلا هیچ توجهی به دنیای خارج. حالا که اینقدر من اضطراب دارم، مادرم داره با پدرم دعوا میکنه، هر وقت هم میاد ما رو شیر میده 2 قطره تو دهنمون میذاره، بعدم میکوبونه ما رو میره، بعدم همش داره با بابام دعوا میکنه، همش دارن میدونن دنبال همدیگه. این اصلا روشو میکنه اون بر میره توی دنیای دیگه. به این میگن عزلت گزین یا عزلت طلب. اصلا خودشو از این جهان حت میکنه توی جهان دیگه. ممکن هم هست این عزلت طلبی بر اثر این باشه که بچه اول مهر طلبی رو پیشه کرده، یه مدتی پاچه خاری کرده از پدر، از مادر، با خنده، با لوسبازی، و دیده فایده ای نکرده. یه مدتی هم دست به این کار زده، خشونت کرده، گردن کلفتی اعمال کرده، دیده اینم فایده نداره. این رو به عنوان عکس‌العمل در نتیجه اینا به کار میبره. بنابراین بچه الان 3 تا راه، یعنی همه ما به قول خانم دکتر هورنار و بقیه روانشناسان، همه ما این 3 تا رو امتحان کردیم، خودمون رو لوس کردیم. بعضیا لوس بازیمون هنوز ادامه داره، یعنی 30 سالمون هم شده هنوز میخوایم توجه پدر و مادر رو، امنیت اونا رو جلب کنیم، هنوز میخوایم عشق اونا رو لازم داریم. اما در همون 1 سال اول بچه متوجه میشه که من یه روزی این کار کردم، یه روزی این کار کردم، تو رو خدا ببین چه اتفاقی تو ذهن میفته، یه روزی این کار کردم. وقتی که شما در مقابل 3 تا آلترناتیو یا 3 تا ماسک مختلف قرار میگیری، خود این یه بدبختی جدید برای ما به وجود میاره، یه اتفاق دیگه در ما رخ میده که ما بهش میگیم
کانفلیکت اساسی، تعارض اساسی، یه تعارض در وجود بچه اسمش هم تعارض اساسیه، یعنی همون اول زندگی. اونایی که تشریف آوردن پلوی من تو جلسات خصوصی، من خیلی از تعارض صحبت میکنم. تعارض رو معمولا به صورت گرافیک، باز یه پانویس دیگه میخوام برم، اینجوری نشون میدم که ما وقتی در مقابل انتخاب قرار میگیریم دچار تعارض میشیم. مثلا یه نفر هست به سن ازدواج رسیده، خودش هم دانشجوی سال مثلا 4م آرشیتکت مثلا حسن آباد شمالیه. بعد یه آقایی هست خواستگارشه، خوش هیکله، خوش قیافه است، تو شهرداری کار میکنه، وضعش الحمدلله خوبه، ماشین خوب داره. یه آقای دیگه هست قدش کوچیک‌تره، سرش هم کچله، ولی پروفسور دانشگاه هاروارد، تابستون اومده اینجا برای مادرش برن زیارت، شما رو دیدن. خب هم اون جوون خوش هیکل خوبی که با هم میگن میخندن کشش داره، هم این کشش داره، چون آخر تابستون میخوام برگردم برن هاروارد، اونجا جای خوبی. آدم اینجور جاها دچار یه همچین که من معمولا اینو برای اینکه دوستامون بهتر بفهمن اینجوری میکشم، یعنی این آدم رو شقه میکنه این انتخاب. وقتی در مقابل انتخابی قرار میگیری که نمیتونی حل کنی، البته اینجوری میشی انگار دست توی اون نامزد یا اون خواستگار از اون بر میکشه، این از این بر. بیشتر کارهای ما تو زندگی، لحظات ما اینه، ما دچار تعارض میشیم تو انتخاب. جایی هست که 2 تا بچه داری، بچه‌هات هم خوب و خوشگل و خوبن، تو مدرسه هم شاگرد اولن، ولی شوهرت اذیت میکنه، قبولت نداره، تحویلت نمیگیره، عشق نمیده، بیشتر میره خونه مادرش، از این حرفا. از این برم میل به زندگی. وقت با میشیم میل پلو آقای غریب، میگه آقای غریب نمیتونم، بعضی وقتا دلم میخواد جدا شم.